یک سال باز است که آمینه خردترین بازمانده حمله به تولدخانه در کابل معالجه می‌گیرد. آمینه روزی 12 می سال 2020 به دنیا آمده است. 2 ساعت پس از تولد او جنگجویان به تولدخانه حمله کردند. یک تیر به پای او رسید. مادرش جان داد. مادرش برده بودیم به دکتر به تداوی که آمینه جان به دنیا بیاید. آمینه جان یک ماه بعد به خانه آوردیم که آمینه جان پایش دگچ بود، دستاکاش کرنول بسته، بسیار وضعیتش او وقت وخیم بود. مادرش هم نبود. در آن حمله ظالمانه وحشت‌انگیز 27 نفر هلاک شدند. 10 نفر دیگر زخم برداشتند. مادران، نوزادان، طبیبان و پرستاران هم جان دادند. مقامات امریکا گفتند گروه از جنگجویان داعش این کارا کردند. روزهای بعدی حمله زنان افغان به کمک نوزادان شتافتند. من امروز آمدم به خاطر که برای طفلا شیر بیتم، چون مادرای خود در حادثه خونین دیروز از دست داده. من خودم یک طفل 4 ماه دارم، اونا رو در خانه گذاشتم، آمدم برای اینا که یک حس مادرانه رو بر از اینا بیتم، برشان شیر بیتم. و واقعا جگرخون هستم که چرا در حق کودکان ما همچون جنایت رو روا داشت. آمینه از پایش مجروح شد و باید آن را جراحی می‌کردند. او را 2 دفعه جراحی کردند و احتیاج به جراحی سوم نیز هست. طبیبانش میگویند پایش بهتر می شود. ممکن است در آینده درست راه رود. از قرار اکایی فامیل مریض در 2 شفاخانه دیگه مریض برده بودند. در اونجا تیمای جراحی برشان قطع و آمپوتیشن پیشنهاد کرده باشند و خلاصه مریض به شفاخانه ما آمد و در اینجا از یک طرف پایش حفظ کردیم و از طرف دیگه انکشاف پیوند عصبیش بسیار خوب پیش میره. پدر آمینه 3 فرزند دارد و آنها را نگاه بین میکند. دیگه او را ما میفهمیم که چی رقم به ما سال تیر شد، چون یا مادرش خود از دست دادن، ما برش خانمو که خود ما کم کردیم که این برش محبت مادر میته و هم پدر. فاجعه در شفاخانه در دل عائله داغی گذاشت، ولی با ادامه معالجه و غمخواری عزیزانش زندگی آمینه روز به روز بهتر می شود.